محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، محترم وکیلان، حاضرین گرامی، می‌خواستم مراجعت ساکنان ناحیه دروز و اندیشه‌های خود را وابسته به وضعیتی که در مرکز مأموری شهر خاروق و ناحیه راشقله رخ داد بیان نمایم. تجربه جهانی تشکل کشورهای رو به انکشاف امروز شهادت می‌دهند که سهم شخصیت هم یک عامل اساسی پیشرفت همان زندگی مملکت است و ما امروز در مرحله نوی رشد وطن عزیزمان تاجیکستان قرار داریم و چه طوری که در پیام پیشوای معظم ملت دستاوردهای اساسی سمت‌های رشد آینده کشور معین شدند و نتیجه های فعالیت 30 ساله حکومت جمهوری را به چشم خود دیده از آنها بهره برداری می نماییم. برای مقایسه در آن طرف دریا همسایگان ما در چه احوال قرار دارند و همه شما خوب می دانید و ما باشیم در امن و ثبات و زندگی آسایشته قرار داریم. در برآمد محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیتی به عمل آمده بیان گردید. من همچنین ساکن بدخشان همین وضعیت ما را نگران کرد. نوتنجی در خاروق به ترتیبی به سر و سامانی که از جانب یک گروه جنایتکاران تشکیل کرده شد باعث تشویش تمام جمهوری مخصوصا ساکنان ناحیه دروز گردید. چونین وضعیت باری اول رخ نداد. حادثه هایی که به گوش ما میرسد میبینیم نه در شهر خوجند و باختر و کلاب و رشت دیده می شود. از بریدن درخت چی عیب دارد که ما درخت را میبریم؟ پیران ما، شخصای برومند ما درخت را با یک آرزو و امید شنودند. و محترم رئیس چه خیر می شود که یک گروه اوباشان کارمندان پروکراتورا، میلیسیا، امنیت و دیگر مقامات دولتی را به سبب در کوچه ها لط و کوب میکنند و ما در تلویزیون دیدیم که جنایتکاران حتی سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خاروق را لط و کوب کرده، یعنی که قریب کشتنی بودند. وکیلان محترم، هر یکی ما را مردم انتخاب کرده است و ما باید منفعت‌های آنها را حمایت نماییم. من که از جانب 3000 ساکن ناحیه دروز انتخاب شدم باید درد مردم را به شما رسانم. امروز از دوشنبه تا دروز راه ساخته شده است که صفتش حد و کنار ندارد و راه قسمت دیگر دروز دروازه روشن در مرحله آغاز است و خاروق یکی از زیباترین شهرهای کشور امروز محسوب می‌یابد. پیشروی هست، آبادی هست، اما به ترتیبات و امنیت این آبادی ها تیز از بین می رود. ناحیه دروز از نگاه اقتصادی، جغرافی، مرزی یکی از ناحیه های استراتژیکی به حساب می رود که در دوران استقلالیت رو به پیشرفت، رو به ترقی نهاده است. از نقطه نظر اقتصادی هم مستقل بوده، دیگر قریب در داتاسیای بودجه جمهوری نیست. حتی ما با دیگر ناحیه ها در اجرای بودجه یاردم میکنیم. اما امروز از سبب بیدادگری چند جنایتکار در شهر خاروق روش ناحیه دروز هم سور شده ایستاده است. مثلا قبل از حادثه های آخر ما با گروه صاحبکاران خطای گفتشونی داشته بودیم باید سیخ استحصال حسیب و پنیر و دیگر محصولات از گوشت و شیر را می ساختیم. بعد سر زدن به ترتیبی ها در خاروق صاحبکاران خطایی از سرمایه‌گذاری دست کشیدند. محترم وکیلان حاضرین گرامی، گرچند که خاروق تا ساغردش مسافه بسیار دور هم باشد از بی ترتیبی در آنجا ما هم عذاب میکشیم. اکثر ما در دانشگاه‌های دوشنبه خوندیم، معرفت و عرف و عادت را از ساکنان پایتخت آموختیم. حاضر خاروق برای ما مرکز است. دانشگاه، بیمارخانه، مقامات دولتی خلاص همه چیز دارد. اما از دست این جنایتکاران ما میترسیم فرزندان خود را به مرکز ولایت روانه سازیم. نفران یادی که برای عیادت بیمارانشان به خاروق میآیند یا صاحبکارانی که به بازار شهر خاروق کارتوشکا یا دیگر محصولات میبیارند، یعنی که در ترس و هراس قرار دارند و گروه‌های جنایتی از طرف گروه‌های جنایتی لط و کوب کرده میشوند.
و این چه حال است؟ تا کی ما وکیلان خاموش میستیم و این بیدادگری ها را یعنی که میبرداریم؟ در دوشنبه خوجند، باختر، کولاب، رشت و دیگر منطقه های جمهوری قانون پورا پابرجاست و ترتیبات و امنیت تامین می شود. اما در بدخشان 30 سال باز بیدادگری رفته ایستاده است. 3-4 جنایتکار که تمام ساکنان خارق آنها را میدانند، آزادانه میگردند، همه را تحقیر میکنند، سلاح دارند و از همه بعد اینکه قسم ساکنان آنها را دستگیری میکنند. برای حمایت جنایتکاران گرد همایی تشکیل میکنند. اگر سر راه گروه های جنایت پیشه گرفته نشود، بعد 3-4 سال وضعیت فلاکتبار میگردد. محترم رئیس، وکیلان محترم، من دائم از بدخشانی بودنم افتخار دارم، اما امروز از دست جنایتکاران سر ما هم خم شده است. شناسان هم از خارج کشور هم از داخل کشور زنگ میزنند که در خارق وضعیت چگونه است. ساکن ناحیه دروازه در هم خارج کشور هم داخل کشور میپرسند از کجای، از کدام ناحیه؟ میگوید از بدخشان. محترم رئیس، آیا شما پیش راه جنایتکاران را گرفته میتوانید؟ وکیل ناحیه ونج درست قید کردند که امروز ما مجبوریم نه به خارق بلکه به ولایت ختلان یا ناحیه‌های تابع کشور رو بیاریم، مشکلات خود را آنجا حل و فصل نماییم. محترم رئیس، محترم وکیلان، خواهش میکنم که طلب مرا وابسته به تامین ترتیبات و قانونیت در شهر خارق و دستگیر و مجازات نمودن جنایتکاران را به پروتکل وارد سازید. در صورت تامین نشدن امن و ثبات در تمام ولایت، ما تقدیر ساکنان ناحیه درواز را در جهت دیگر منطقه میبینیم. بیایید یکجا شویم. محترم وکیلان حاضرین گرامی، شکرانه تنجو و آرامی، شکرانه آسوده همین ملت و دولت کنیم. مگر ما فرزندان و نبیرگان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور نیستیم که برای حفظ و حمایت وطن سینه خود را سپر نمودند؟